درود به همه مخاطبای برنامه مافیا با کیا. خیلی خوشحالیم که برای یه قسمت دیگه خدمت شما هستیم. از سری برنامه‌هایی که داریم تولید می‌کنیم در مورد بازی مافیا، تحلیل، همصحبتی، معرفی میهمانانمون و صحبت راجع به پلیرهای استان همدان در هر المان مربوط به بازی مافیا. قسمت دوم برنامه رو مشاهده می‌کنید با حضور مهمان عزیزمون آقا مرتضی یوسفی. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم و خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتیم. سلامت باشی. منم خوشحالم اینجام. اسمم مرتضی‌ست. مرسی از دعوتت کیارش جان. امیدوارم که یه برنامه آموزنده و خیلی باحالی باشه برای مخاطبا. مرسی که دغدغه مافیا داری. دمت گرم. داری زحمت میکشی. ان شاءالله که روز به روز برنامه‌ات به سمت و سوی خوبی بره. خیلی متشکرم آقا مرتضی. در حضور شما قطعاً برنامه خیلی خوبی خواهد بود. آقا مرتضی چی شد که بازی مافیا شروع کردی و اصلا از کجا بود این داستان؟ والا بازی مافیا که تقریبا من خب خیلی سال دارم بازی میکنم دیگه، تقریبا فکرم 10-12 سال پیش بود. با عمو و فامیلامون جمع شده بودیم. حالا یه چیز خانوادگی من در بردی، یعنی تقریبا تو کاغذ نوشتیم، نقشه رو پخش کردیم بین خودمون. خیلی حالت فان بود، یعنی اصلا خیلی دید خاصی به بازی مافیا نداشتیم. خیلی اولین بار اونجا بازی کردم و یه تایم بلند مدتی که گذشت و اینا، بلوار جوانو که بلدی دیگه تو همدان، با یکی از دوستام اونجا نشسته بودیم. کوروش حقیقی و یه سری از بچهای قدیم داشتن اونجا مافیا بازی می‌کردن. علی زمانی، امیر ترابی، موحد، سامان فرجی. من با دوستم نشسته بودم اونجا، گفتن آقا مافیا بازی می‌کنی؟ اما اتفاقی رفتم تو جمع اینا، باشون نشستم مافیا بازی کردم. اولین بارم هیچ وقت یادم نمیره. حالا کوروشم فکر کنم یادشه. من نقشم تو بازی کاراگاه بود. اولین بازی مثلا در واقع البته تو خانواده. آره دیگه، جدا از اینا می‌خواستم بازی کنم. اولین بازی نقشم تو بازی کاراگاه شد. کاراگاه هم اون موقع این شکلی بود که اعلام نقش داشت. کوروش خدا بی خبر روز 2 بازی بلند شد گفت این کاراگاه احمق کیه؟ اعلام نقش نمی‌کنه فلان بهمان. من کلیم آزاد بود. کلیم آزاد. من فکر کنم منظورت اینه که کاراگاه استلام یکی میگیره با نقش بهش میگن. ولی منظورت اینه که کلیم آزاد. کلاً همه کلیم کاراگاهی می‌کردن. متوجه شدم چی میگی. من خیلی از بازی مافیا زده شدم. مثلا کوروش بام این مدلی صحبت کرد و اینا، گفتم مثلا حالا این خاطریه که من و کوروش همیشه با هم تعریف میکنیم و اینا. خیلی بعدم اومد اصلا بازی مافیا، بار اولی که بازی کردم اینا. ولی خب بعد از مدتی نانس کلا مثلا من تو این 10-12 سال تقریبا همه میدونن خیلی توقفی نداشتم. یعنی همه بچه‌ها رو جمع میکردم تو پارک، همه منو میدیدن یاد بازی مافیا میافتادن. چون خیلی برام خیلی بازی بود که بهش علاقه داشتم، چون فضاش هم گفتگو محور بود و اینا، برام خیلی جذابیت خاصی داشت و اینا. آقا مرتضی، خب به طبع توی این 1 دهه‌ای که مافیا بازی کردی، دیدت به بازی مافیا به طبع تغییراتی کرده؟ 100%. و دیدت چی بود اون اوایل که بازی میکردی؟ نه حالا اولین بار، برای سال اول، ماه اول، و الان دیدت چیه؟ ببین خب بازی مافیایی بازی بود که ماها خیلی فکر نمی‌کردیم مثلا بچه‌ای قدیم یه روزی بشه یه صنعت خیلی بزرگ، بیاد مثلا جزء بازی ورزشای فکری بشه. یه بازی بود که ما همینجوری حالت کافه توری بازی می‌کردیم و خیلی مخاطبای خاص خودش رو داشت. یه زمانی هم واقعا ترکونده بود. آره، همه الانش هم دقیقاً اینطوریه. ولی خب مافیا خیلی پیشرفت کرد. یعنی از زمانی که وارد صنعت شد به نظرم خیلی پیشرفت کرد. مثلا فکت‌های خیلی جدید اومد، حالت آکادمیک شد. بله. مثلا شما الان پلیرایی که تازه میان توی کلاب بازی میکنن
ممکنه یه پلیری که صفر باشه تو 6 ماه بازی کردن توی کلاب یاد خوب بگیره کامل. آره اصلا میبینیم اصلا یه پرو پلیر میشه. واقعا همینه. یا یه سری فکت های خیلی باحال ممکنه بیاره، بله ذهنش بازتر شه. اون تایما خیلی این سبکی نبود دیگه، معمولا همه رو فیلینگ و اکت و رفتار. آره رفتار و اینکه تو من تارگت زدی من بهت بک زدم و اینم که دیگه پی او وی دیگه. آره رو این سبکا بازی میکردم. منم خیلی خوشحالم واقعا مافیا اصلا خیلی بازیش خفن و قشنگ شد. ممنون مرتضی جان و منم موافقم باهات. در واقع بیس بازی مافیا که حالا بعد از البته اون دیمیتری دیویدوف که در دانشگاه مسکو معرفی شده، تغییراتی که کرده رو به تحلیلی شدن رفته. یعنی الان ما داریم یک بازی آنالیز بیس رو بازی میکنیم و اوایل کارت گیم بوده که همینجوری کارت، چند تا کارت بوده، دسته کارت بوده مثل شب مافیا. و هر کی یک کارت میرسه نقشش رو نگاه می‌کرده و در دسته بازی‌های نقش آفرینی گنجانده می‌شده. امروزه دیگه اینجوری نیست، واقعا بازی آنالیز بیسته و اصلا سیستمش فرق کرده. آقا مرتضی، شما خب به طب به عنوان آدمی که سابقه حضور در تیوی رو داری، به عنوان آدمی که سابقه حضور در بازی‌های لژندری رو داری و شهرهای دیگه بازی کردی، قطعا متوجه شدی که مافیا همدان یا حالا مافیا هر جا و هر جای دیگه فرق‌هایی دارن با هم. یه سری نقاطی دارن که توش بهترن، یه سری نقاطی که بدترن. به نظرت بولدترین ویژگی منفی که امروزه در مافیا استان همدان وجود داره نسبت به شهرهای دیگه چیه؟ ببین بولدترین ویژگی منفی که به نظرم معمولاً تو شهرستان، حالا نه تو همدان صرفاً یا تو غرب کشور هست، اینه که یه سری موضع‌گیری‌های الکی سایدی هست به نظرم. چی دارم به چی میگم؟ حالا این چیزا ممکنه تو تهران و شهرهای بزرگ هم اتفاق بیفته. کمتر. این یه ذره باعث شده مثلا مافیا پلیرای همدان شاید از هم فاصله بگیرن و این اتفاقا براشون پیش بیاد. و الا به نظرم واقعا همدان یا غرب کشور، حالا چه کرمانشاه، بچه کرمانشاه که خیلی خفنه، خود همدان، بچهای نهاوند عالیان، اگر واقعا رسانه دستشون بود بله. به نظرم استعدادهای خیلی عجیب غریبی بود. چه استعدادایی هم واقعا تو این چندین ساله به نظر من حیف شدن، به خاطر اینکه رسانه نبوده تو همدان. قطعا هم رسانه نبوده هم حمایت نبوده. حالا خدا رو شکر الان یه سری اتفاقای خوب داره تو غرب کشور اتفاق میفته، اینه که بچه‌ها دیدشن. خب این خیلی چیز مثبتیه دیگه. موافقم. شاید برای تایم و زمان ما خیلی این چیزا نبود و خیلی از بچه‌ها تقریبا الان دیگه مافیا بازی نمی‌کنن. آره منم میدونم حرفی که میزنی ممکنه مثلا زده شده باشن دیگه، حالا رفته باشن سراغ میدونی زندگی. باهات موافقم. این بحث یه جورایی بازی مافیا ممکنه هر از گاهی در ذهن بعضیا اشتباه تعبیر بشه. مثلا بعضیا فکر میکنن که چون بازی مافیا رو مثلا دارن بازی میکنن از یکی حتی یه روز بیشتر، باید تو بازی مثلا همون چیزی که شما گفتی دیگه، مثلا الکی اذیتش کنن، یه جور باهاش رفتار بکنن که از بازی مافیا زده بشه. ولی اصلا همه بیزنس ها، همه مواردی که توی دنیا، مسائلی که وجود داره، هر چی بیشتر بشه آدمایی که توش دخیل هستن واسه پیشرفتش میشه. یعنی شما مثلا به عنوان یه پلیری که احساس میکنی موزه داری، بعد یه مقداری با بقیه را بیای. میگم باید یه مقداری با بقیه را بیای تا اون بیزینس شکوفا بشه، بقیه دوست داشته باشن. خب زده میشن دیگه، آدما به هر حال یک اعتماد به نفسی دارن که وقتی تنها خواهشی که الان مثلا از بچه‌ای که حالا قدیمی ترن و موزه دارترن دارم همینه دقیقاً. بله. این که دیگه خیلی موزه رو باید بذاری کنار، باید فضا آنالیز بیس. من خودم به عنوان مثلا حالا یادم که خیلی وقت دارم مافیا بازی میکنم و اینا، باید سعی کنم فضا بدم به بقیه. توجه، یعنی کاراکتر من الان دیگه جوری نیست که مثلا من بخوام حرف من باشه یا تارگت خودم بکنم بیرون. من زمانی یه پلیر خوبی هم که بتونم کمک یه آدم باشم تو بازی، حالا چه تو رول مافیایی چه تو رول شهروندی. ما هم خیلی قدیم سرخورده شدیم
دیگه این اصلا مثلا سابقه قبلا داره دیگه. اینجوری بود دیگه. آره. مثلا میدیدی کلا با این نفر تو بازی حال نمی‌کردن، کلا میدادنش بیرون. من میدونم این سبکی بود. میدونم چیزایی. الان خدا رو شکر با این فرهنگ سازیای خوبی که دم همتون هم گم، شما هم خودتون نه خواهش که کسی هستی که داری فرهنگ سازی میکنی برای این بازی، خیلی ارزشمنده کاری که داری انجام میدی و دم اونایی گرم که دارن کار فرهنگ سازی انجام میدن. خدا رو شکر حالا این چیزا به نظر من نسبت به قبل خیلی کمتر شده. بله. یعنی الان تو بازی‌های ضبطی که من دارم نگاه میکنم، من خیلی بازی نگاه میکنم، یعنی بیشتر از این که دوست داشته باشم علاقت دیگه بازی مافیا انجام بدم، شاید باورت نشه مثلا میرم لیگ مشهد، لیگ نمیدونم شهرهای مختلف، جای مختلف، مثلا اکثر بازی‌ها رو کامل نگاه میکنم. مثلا تو تایم شبی که حالا یه ساعتی وقت دارم اینا، خیلی دوست دارم مثلا کاراکتر پلیرها رو تو شهرهای مختلف ببینم و اینا. چقدر قشنگ این چیزی که گفتی من کامل درک میکنم و میدونی آقا مرتضی این داستان اولین کسی که مطرحش کرد وحید تهرانی بود. وحید تهرانی همیشه میگفتش که این بحث قدمت و اینا رو بذارین کنار، یکم به پلیرها فضا بدید و بحث بیشتر آن قدرت مهمتر از قدمت، اینو داشت میگفت و امیدوارم که همیشه حالش خوب باشه. خیلی باحاله. کلا منظورم شخصیت خیلی باحالی هم داره. مرتضی جان بریم سراغ موضوعی که می‌خواستیم راجع بهش این برنامه صحبت بکنیم، رول مافیا به طور کلی. خب به طور کلی مافیا رول‌هاش 3 دسته هستند: رول مافیا، رول شهروند و رول مستقل. رول مستقل یه جورایی از مافیا تحلیلی کم کمک حذف شده. اصلا حالا خیلی ما دیگه تو 10 نفر یا 12 رول مستقل که نمیتونیم بذاریم، ولی رول مافیا شهروند همچنان پابرجا هستند و رول مافیا رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم امروز. مرتضی ما انواع رول مافیا داریم دیگه، همیشه که یه مافیا نیستش که. درست. به نظر شما ما هر رولی میگیریم طبق رول بوکش باید جلو بریم یا بریم برای کلین شیت؟ ببین کلا اولا چیزی که میخوام بگم، ما هر نقشی که تو بازی میگیریم رو ذات بازیمون تاثیر میذاره ناخودآگاه. مثلا یه چیز قابل حذفی. آفرین. به مثلا رول رئیس واقعا یه قدرت خیلی عجیب غریبی تو ناخودآگاه بهت میده. یا رول مثلا شما مافیا ساده تو بازی میگیری، یه قدرت پوشری ناخودآگاه بهت میده. یعنی رول بوک واقعا رو آدم تاثیر میذاره. اسم مافیا صحبت کنیم دیگه. پس حالا اینو اصلا میخواستم اول در موردش متوجه بشم به عنوان کسی که من خودم هم رول مافیایی تو خیلی دوست دارم عزیزم و همیشه چیزای اضافه کردم خودم. رول مافیا رو شما پس ناخودآگاه باید با رولت بازی کنی، یعنی نمیشه که اینجوری که همیشه هر چی شدی یه مپیو بری جلو، درسته؟ ببین مهمترین چیزی که یه مافیای خوب پیشبینی بازی خیلی مهمه. یعنی من بهترین چیزی که تو رول مافیایی به نظر من، حالا یه نکته آموزشی باشه برای خودم در اول و برای مخاطبا، به نظر من آینده نگری تو قالب کارت مافیاییه. بله. این چیزی که بهت گفتم حالا رول مافیایی رو ذات آدم تاثیر میذاره، این یه چیز دیگه فطریه. از نظر من. ولی حالا من مثلا سیت 3 نشسته باشم، سیت 7 باید تو ذهنم آینده نگری کنم ببینم رو لایک و دیسلایکاش بازی قراره تو چه سمت و سویی بره. متوجه دارم چی میگم؟ پس مسیر بازی رو عوض کنم. آفرین. که بدونم نه بازی رو بدونم تو چه سمتی قراره بره. قراره یارم تو بازی تارگت بخوره، مثلا 4 سیت بعد خودم و ذهنش رو بخونم، یا برم تو پیووی اون شخص ببینم با لایک و دیسلایکش به کی میخواد تارگت بزنه، کیو میخواد کاور بکنه تو بازی. به نظر من آینده نگری تو کارت مافیایی مهمترین چیزیه که یه مافیا باید داشته باشه. و ببین عمدتاً بچه‌ها از کارت مافیایی خیلی بدشون میاد، میترسن. استرس. انگار مثلا نقشه رو زدی مافیا، همه دیدن این آقا تو بازی شده مافیا.
تایمی که شما نقش رو میگیری، از مدل نشستنت، مدل معارفت و صحبت کردن تو بازی، همه اینا تاثیرگذاره. بله. یه معارفه خوب ممکنه تو رو 2 روز تو بازی اصلا سیف کنه. به نظرم که مهمترین روز مهمترین قسمتیه که مثلا یه مافیا میتونه داشته باشه. ما هم خب خیلی پلیرهای خوب این سبکی داریم که روز معارفه‌شون رو خوب میگذرونن، لحن خیلی خوبی دارن، حالت نشستنشون. ولی خب متاسفانه ذره بچه‌ها میترسن دیگه، یعنی ذات شهروندیه رو بیشتر دوست دارن. اینم به خاطر اینه که گفتم ناخودآگاه اصلا قشنگی بازی مافیا همینه. شما یه آدم خیلی معمولی هستید، میشینی تو بازی، نقش و گرداننده برات میزنه، هویتت تو بازی عوض میشه. یا من میام با تو مثلا هم تو ساید متضاد قرار میگیرم. متوجه دارم چی میگم. رضا، ما 10 مدل مافیا داریم از دیتابیسی که از بازی مافیا هست و سناریوهای جدید رو از رو اون می‌نویسن و چیزایی که تا الان بوده، نه حالا 10 تا رول مختلف بلکه 10 مدل که ممکنه یک مدل چندین رول توش جا گرفته بشه. اولین مدل از مافیاها خب رئیس هان که استعلامشون منفیه و دستور شات هم به دست رئیسه. بعضی وقتا تو بعضی سناریوها رئیس میمیره دیگه شات نمیتونه بزنه تیم مافیا. دومین مدل شاهکش ها هستند که ناتویی میکنن. سومین مدل یار خاموشه که حالا یا تو نمیبینیش اون میبینه، یا در واقع اصلا جفتتون هم دیگه رو نمیشناسین، مثل ترور بازی میتیک. درسته. و مدل های مختلف. و چهارمین مدل مافیا کابوی هان. پنجمین مدل مافیا عنکبوت هان. ششمین مدل مافیاهای رول بیستن، یعنی با رول کار دارن، یا خاموش میکنن رول شهروند و یا آینه میکنن یا در واقع مسائلی که مربوط به روله. هفتمین مدل مافیاهای نقش مقابل یا آنتی رولن، مافیاهایی که روبروی یک رول شهروندی، یعنی خرابکار و تفنگدار، شیاد و کاراگاه و غیره. هشتمین مدل از مدل‌های مافیایی که ما میشناسیم مافیاهای میلکمنن. مافیاهای میلکمنن قوانین بازی رو میتونن تغییر بدن، مثل جلب، لیدی وودو، مثل بمبگذار تیم مافیا معشوقه. خب قوانین بازی فرد تفاوت میدن بعد از اینکه رولشون فعال میشه. نهمین مدل مافیاهای سیلور بولت هستن، مافیاهایی که قابلیت کشتن رول‌هایی رو دارن که بقیه مافیاها نمیتونن، مثل روینتن که مثلا توسط تیم مافیا کشته نمیشه، برفرض اگر سناریوی قاتل حرفه‌ای داشته باشه میتونه بزنتش. اگر در واقع یک مرد قوی بود که قدیم بود که میتونست پیور تیر بزنه در یک ترن در بازی. و آخرین مدل و دهمین مدل از سری مدلایی که ما از گفتیم در مورد مافیا ریپلیسر ها هستن که یا خودشونو میکشن، یک شهروندی رو مافیا میکنن، یا در واقع یک مافیا رو میخرن برای تیم شهروندی، یا این شکلیه، یعنی اضافه کننده ریپلیس کننده خودشون یا اضافه کننده رول مافیا به تیمشون هستن. حالا اولش در مورد رئیس ها صحبت بکنیم، ریاست تیم مافیا که معمولا استعلامشون تو بازی منفی هستش و دستور شات میدن. شما خودت رئیس بشی تو بازی، رول رئیس بگیری که خیلی هم معموله تو فکر میکنم تمام سناریوها رئیس، گادفادر، پدرخوانده یا در واقع دون یکی از این 4 اسم هستش. چه جوری بازی میکنی؟ مپ بازی چیه؟ اولا دمت گرم به منم یه آموزشایی دادی. من اسماشو انقدر خفن و آکادمیک نمیدونستم، کلی یاد گرفتم ازت. ببین من معمولا از بچه‌ها که دارن میشنوم رئیس میشن معمولا دوست دارن سیف بازی کنن، در صورتی که به نظر من اصلا اینجوری نیست. من خودم فقط عاشق رئیس مافیا، یعنی تو نقش‌های مافیایی رئیس مافیا رو خیلی دوست دارم، ولو اینکه رئیس قدرتمندترین شخص تو تیمیته. متوجهی؟ کسی که استعلام کاراگاه واسش تو بازی منفیه، هانتر ببنده بهش نمیره بیرون، اسنایپر بزنتش تو بازی نمیره، اتفاقی نمیفته. متوجه؟ پس من خودم اگه رئیس مافیا شم سلیقه‌ای بیشتر، چیزی که دارم میگم حالا با احترام به نظر همه، من بیشتر جنبه مدیریتی ام، یعنی سعی میکنم تیمیتمو تو بازی مدیریت کنم دیگه. دخالت نمیکنی تو بازی؟ 100%. میکنی؟ من کامل وسط بازی میکنم با رول رئیس. با رول رئیس. چرا که نقشای دیگه کارت مافیایی ممکنه تو خطر باشن. توجه دارم به چی میگم؟ یه شیاد ممکنه تو سناریوی باسپورس مثلا به یه کاراگاه تو بازی بزنه، همون ممکنه شاید بازی رو برگردونه. من موافقم. آره. ولی من به عنوان رئیس مافیا هم میتونم پوشر بازی کنم، هم میتونم میکر باشم، هم میتونم
کوچر تیمم باشم تو بازی. من ریاست تیم مافیا رو تقریبا این سبکی بازی میکنم، یعنی به نظرم خیلی باحال‌تره، ولو حالا شاید تو سناریوهای خیلی خاص، مثلا سناریو بازپرس که ممکنه یاکوزایی به دست رئیس قرار انجام بشه، تو سناریو بازپرس سعی میکنم مثلا محتاط‌تر بازی بکنم. بله. ولی به نظر من رئیس مافیا نقش فوق‌العاده باگیه، نقش مورد علاقه اصلا من خودم، خیلی خفن. چون رئیس مافیا من خودم همیشه تو بازی یه جوری بازی میکنم که بچه‌ها میرم برای کنسه خیلی از اوقات و بری برای کنسه، درسته ممکنه پلیر کنسه رو بخوره ولی پلیر ته ذهنش یه کوچولو بهت بد فیلینگ میشه همیشه اگه برای کنسه ورود کنی، به این خاطر استعلامتو میگیرن. خوبه. آره به استعلامتو میگیرن. اصلا قشنگیش همونه. دقیقاً. وقتی استعلامت منفی میاد دیگه، وقتی استعلام منفی میتونی با ذهن و پی او وی یا ابیلیتی ها اکثرا روت انجام نمیشه به نظر من. و خب منم دقیقاً این چیزایی که گفتیم موافق بودم. مافیا باید مدیر تیمش باشه در رول رئیس. دومین مدلی که ما میشناسیم از مافیاها خب ناتوه، همونجور که صحبتشو کردیم، شاهکش ناتو، کسایی که حدس نقش میکنن و ابیلیتیشون حدس نقشه در واقع. یه جورایی میلکمن هم هستن ناتوها، چون قوانین بازی رو عوض میکنن دیگه. مثلا قانون بازی نیست که شما یکی رو نقشه حدس بزنی بمیره که بعد شاتش کنی، ولی ما بیشتر چون خودشون جدا یک دسته هستن در موردشون صحبت میکنیم. یک تفاوتی که معمولا ناتوها تو رول‌های مختلف توی بازی‌های مختلف دارن اینه که هر از گاهی تو بعضی از سناریوها ناتو میتونه هر شب ناتویی بکنه حتی به غلط و نمیمیره و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی اگر تا 3 بار اشتباه ناتویی کنه خودش از بازی حذف میشه. تو سناریوهای پیشرفته این شکلیه دیگه. تو مثلا حالا بستگی به تعداد داره، اگه 3 بار نقش رو اشتباه حدس بزنه میمیره. حالا تو سناریوهایی مثلا فستر که ما بین 10 تا 13 نفر بازی میکنیم، به جای تیر مافیا شات شب مافیا یه شب ناتو تو بازی میتونه حدس نقش انجام بده دیگه. ماری به دستور رئیس یا به خواست ناتو؟ ببین به خواست قطعا رئیسه دیگه. آره یعنی رتبه اول رئیسه، ولی خب رئیس هم باید همفکری بکنه با تیمش دیگه. میگم اون جنبه مدیریتیشو داره. من راجع به رول ناتو صحبت کنم. چجوری ناتو رو بازی میکنی؟ ببین برمیگردم دوباره به حرف قبلی که دارم بهت میزنم. واقعا رو مدل بازی بقیه باید نگاه کنی و فوکوس بکنی. میری برای ناتویی از اول بازی فکرت اینه که نقش حدس بزنی؟ من خیلی رو کاراکتر پلیرایی که باشون بازی میکنم فکر میکنم. از کامل ترین سوتیای خیلی عجیب غریب تو میتونی نقش بقیه رو تو بازی پیدا بکنی. یه نفری که مثلا تو سناریوی هانیبال اطمینان داره که کارت فردا بیاد جلوش، این آدم از شب نمیترسه که بره بیرون، یا دکتر یا قهرمان معمولا. درست. توجهی؟ تو ناخودآگاه ذهنش هست و کسی که چین تارگت اون نقشش رو تارگت. متوجه دارم چی میگم؟ یعنی داره میگه کارت معماری رو قطعی بذارید جلو من، این آدم میدونه که تو شب نمیره بیرون. آره. یا قهرمانه یا قطعا دکتره تو بازی. مثلا من گرداننده سناریو هانیبال بودم، آقا فردین مهدی کیس و یه جوری تو بازی ناتوی کرد من پرام ریخته بود. شب بلند شد گفت شو قهرمانه تو بازی. یکی از بهترین ناتوگرای مهدی کیس همونجا هست شد تو بازی اول. نه فردین رو میگم، فردین خیلی خوب ناتوی میکنه. دقیقاً. فردین آینی. و آقا مرتضی یه سوالی که حالا پیش میاد برای کسی که رول ناتو رو گرفته، به نظر شما ناتو یک ابیلیتیه که باید تو بازی حتما انجام بشه یا نه؟ ببین همش بستگی به پلیرهای داخل بازی هست دیگه. خب خیلی از پلیرها واقعا بستگی به کاراکترشون ممکنه نقششون تو بازی شو بشه. ولی خب یه سری پلیرهای استاندارد و خوبو معمولا اصلا نمیشه ناتوی کردنی. کار جزء کارهای خیلی محاله و من همچین پلیرهایی رو دوست دارم که معمولا با نقششون تو روز بازی نمیکنن. این خیلی به نظرم استاندارد و خیلی خفنه.
یا مثلا تو سناریوی بازپرس معمولا بازپرس شو میشه. آره دیگه، اون بعدش بعد اینکه طرفو بعد میاره از دیگه. اینکه مثلا ابیلیتیاشو انجام میده و اینا معمولا شو میشه، ولی حتما به نظر من اجبار نیست. اجبار خوبه. من خودم اگه کارت ناتویی مثلا داشته باشم معمولا میذارم تو وضعیت قرمز. آها، موقعی که مثلا که ممکنه شاتم تو بازی هستن نشینه و از نقش نفری تو بازی آگاهیت داشته باشه. در واقع پیور بزنی. اصلا ناتوییمو برای شبای یک و اینا نه منطقی نیست. معمولا انجام نمیدم، میذارم بازی یکی دو روز بگذره و ازال خیالم راحت‌تر شه، کارگاه رو بفهمم که بازپرس ممکنه تو بازی کی باشه. حالا دارم سناریوی بازپرس رو آره، چون مثال بیسلاین میزنم. معمولا حالا بازپرس تکاور اینا. من معمولا خودم ناتوییمو میذارم روزای آخر برای حداقل روزای 2-3. مرتضی، سومین گروه از مدل مافیاهایی که میخوایم بررسی بکنیم در واقع مافیاهای یار خاموشن. چندین مدل مافیا یار خاموش داریم. اولین مدل که هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناسن. مثلا اگر بازی 4 مافیا داره 3 مافیا مرتضی، سومین گروه از مافیاهایی که میخوایم بررسی کنیم مافیاهای یار خاموشن. مافیاهای یار خاموش یا هم یاراشون هم خودشون همدیگر رو نمیشناسن، یعنی نه لایکشو یارا میبینن نه یارا لایکشو میبینن، که مثل ترور توی میتیک. یه مدلی هست شما اونو میشناسین ولی اون شما رو نمیشناسه. یه وقتی هست مافیای تک بازی شما رو میشناسه. این رول هم مثال بزنم که مافیای خاموش گروهش رو میشناسه، اسم شهروند خائن بود توی شب مافیا، که شهروند خائن مافیاها رو میشناخت ولی مافیاها نمیدونستن شهروند خائن و میرفت تو گروه فراماسون فعال میشد، مثل رول جاسوس، با این تفاوت که جاسوس و یارها میشناختن، خودش تیمش رو نمیشناخت. و این تفاوت مافیاهای یار خاموش. البته گاهی هست جاسوس هم خودش هم یاراش همدیگر رو میشناسن. تفاوت سناریوها در موارد مختلفه. به هر حال اینا همه مافیا یار خاموشن. وقتی یار خاموش میشی چه کارهایی باید بکنی؟ شما مثلا وقتی رول جاسوس، شهروند خائن اینا رو ترور میگیری چیکار؟ یار خاموش حالا تو سناریو پیشرفته معمولا دزدم نمیشناسه. آره، جزء یارای خاموشه. حالا تو سناریو مختلف حالا تغییر میکنه دیگه اسمو. معمولا اگه یار خاموش باشم تیمیتمو تو بازی نشناسم، شهروندای ذهنیمو پیدا میکنم. تیمیتو اگه نشناسم مثلا شهروندایی که قطعی دارم یا به شهروندیشون میرسم یا ببینم بازی مدلیه که دیتا شهروندی اونا تو بازی داره میاد، اونا رو تو پس ذهنم حذف میکنم. یعنی دیگه میرم تو سایت مقابله اونا دنبال یارم میگردم. مثلا اگه ببینم یه شهروندی با این نفر تو بازی سایده و ذهنیت جمع یا دیتای روز بازی سمت مدلیه که اون آدم موضع شهروندیش بیشتر بولتره، اون شهروند پس ذهنم خط میزنم و تعداد باقی مونده معمولا به تیمیت مافیا میرسم. حالا جدا از شناخت، جدا از فکتایی که خودم ممکنه یارمو تو بازی پیدا کنم، این کار رو انجام میدم. و واقعا مافیای خاموش گنگه، کامل گنگه، حالت کسی که مستقل شده تو بازی. چون دیتای شبی تو بازی نداره و ذات بازیش یه سمتیه که مثلا نمیدونه تو چه هویتی باید بازی بکنه. آره درسته. وقتی نمیدونه با یه تیم باید باشه، این رو ذات بازیش واقعا تأثیر میذاره. آره. من وقتی مثلا تیمیتمو نشناسم، وقتی شهروند باشم که دیگه خیالم راحته دیگه. من میدونم که شهروندم، رو ذات خودم خیلی مطمئنم، آگاهم، از شهروندی خودم دفاع میکنم. ولی وقتی مافیا خاموش باشم کارم خیلی سخت‌تره دیگه. آره. من باید مثلا مخصوصا تو سناریو پیشرفته مثلا یا میبینیم مثلا دزد بازی میتونه شهر رو فلج کنه. درست. مثلا ابیلیتی تفنگدار رو بگیری بدی به یارات. آره. دکتر رو بخوابونی، سیواشو روی یارات. اونو مثلا ما تو میلکمن گذاشتیم چون کارای خیلی قابل بازی رو عوض میکنه. دزد مثلا تو میلکمن. تو میلکمن گذاشتیتش. ولی خب حالا یار خاموش به نظر من چیز خیلی باحال و اگه ترور باشی چی؟ نه خودت یاراتو بشناسی و نه یارات خودت. والا من ترورم شو بازی میکنم. خب معمولا کارت نشون میدم و
با نقشای مهم تیمیت مافیایی معمولا زرگری میزنم. یعنی سعی میکنی پیداشون کنی و باهاشون زرگری بازی کنی؟ زرگری میزنم تو بازی یا سعی میکنم شهروند فوق‌العاده نقشدار بازی ببرم بیرون. حالا توی یه سوالی، توی میتیک ترور بشی کلیم میکنی؟ تو میتیک ترور بشم مثلا میگی کاراگاهم، بعد کاراگاهو پوش کنی بعد بترکی. بولا من تو میتیک حالا چند باری که تو این چند وقته که آقا عرفان داره زحمت میکشه ران میکنه و اینا، من معمولا نقشدار بلند میکنم. حالا اسنایپر، کاراگاه. نه من منظورم همین بود. پزشک. دقیقاً همین منظورم بود. آره. میرم نقش رو سنگین که ببینی کی اون نقش هست مثلا. آره یا بزنم تو اون کار یا کنسش میدم که نه من مثلا نقش رو بلند کردم که اتفاقی برات نیفته و این صحبت ها. ولی خب خیلی هم تو میتیک من نقش ترور رو دوست دارم. با ترور هم میشی دیگه. آره ترور یه بار ترور شد. آره. خب اینم حالا جاسوس من گفتم توی این دسته از مافیاها قرار دادیم چون یه سناریویی هست اسمش سناریوی هژمونیه. تو سناریوی هژمونی جاسوس یارا رو میشناسه، یارا جاسوس رو نمیشناسن. چیزی شبیه شهروند خائنه و ابیلیتیش هم مثل شهروند خائن گروه خرد داره بازی، مثل فراماسون. وقتی میرن توی گروه اگر مافیا عضو گروه بشه گروه منفجر میشه، از بین میرن تمام گروه افرادی که تو گروه هن. ولی اون میتونه بیاد، هم دقیقاً مشابه شهروند خائنه. به این خاطر وگرنه جاسوس براتون سناریویی که ما معمولا میبینیم یار خاموش نیستش. آقا مرتضی، چهارمین دسته ما از مافیاهایی که میخوایم بررسی بکنیم مافیا عنکبوت ها هستن. حالا مافیا عنکبوت ها منظورمون چیه؟ یک دسته از مافیاهایی هستن که به خودشون کارت میچسبونن، وظیفه دارن یک رولی رو تو بازی پیدا کنن، مثلا شهروند ساده پیدا کنن یا مافیای نقش یا شهروند نقشدار، مثلا اسنایپر پیدا کنن. وقتی این کارت رو به خودشون بچسبونن و ما همیشه چسبوندن رو تو ذهنمون از یاد رول عنکبوت داریم که میچسبونه به هم دیگه. وقتی اون رو به خودشون بچسبونن با اون فرد از بازی خارج میشن زمانی که خودشون توی رأی گیری در بازی بمیرن. و نمونه بارزش هم خب هانیباله. در سناریوی هانیبال رول هانیباله که شهروند ساده پیدا بکنه ببنده بهش، از بازی خارج میشن. همین نمونه هم تو شهروندا داریم که اسمش هانتر یا محققه که شهروند عنکبوته که یک کارتی رو به خودش میچسبونه. شما اگر هانیبال بشی منطقی ترین حالتش که به ذهن آدم میرسه اینه که پوشر بازی کنی دیگه، روز یک پوش کنی، یکی رو به خودت ببندی بری. ولی سوال اینه که شما هانیبال بشی این کار رو رول بوکی انجام میدی، یعنی روز یک پوشر بازی میکنی، یا نه میری برای کلین شیت یه وقتی اصلا نیازی به این کار نیست؟ کدومش معقول تره؟ آفرین. ببین واقعا هر بازی تجربه جدیده دیگه. تو بعضی بازی هم اصلا میشینی میبینی اصلا یارا تو بازی تارگت نمیخورن. وقتی شهروند داره به شهروند تو بازی تارگت میزنه لزومی نداره من هانیبال پوشر بازی بکنم. تایمی من پوشر بازی میکنم که یارام زیر فشار باشن دیگه، بتونم مثلا فشار رو از رونا بلند بکنم. ببین من تا حالا تو سناریوی هانیبال بافت اشتباه نداشتم. هر سری که هانیبال به شهروند ساده کامل، چون شهروند ساده مثل کف دست واسم تو بازی مشخصه. هم مدل نشستنش، از اینکه دغدغه تو بازی دغدغش کمتره، خواهان خروجه، خواهان سایدگیری تو بازی. شهروند نقشدار ذات بازیش یه طوری که معمولاً میترسه تو بازی ساید بگیره. و حتی چیزی که همیشه به بچه‌ها میگم به این بچه‌ها مثلا تایم شب که تیم مافیا بیدار میشه، یه آدمی که یه مدلی تو بازی مثلا ماسک زده دستاش تو جیبشه، این معلومه تو شب اصلا نمیخواد بیدار شه. آها، میدونی چی میگم؟ اگه خب شهروند نقشدار باشه آماده به نقابه دیگه که تازه صدا هم نده، مثلا گرداننده بخواد اعلام بکنه کاراگاه فلان سال. به خاطر این معمولا از این زرنگی ها استفاده میکنم. عجب چیزی گفتی. آره این خیلی چیز باحالی بود. من آقا مرتضی اینی که گفتی خیلی جالب بود برام، از این جهت که من وقتی رول میگیرم شهروند خاص مثلا کاراگاه دکتر اینا،
همیشه یک جوری میخوابم، البته با رعایت استانداردها دیگه که چونه زیر اینجا باشه، یه جوری میخوابم که وقتی خواستم ماسکمو بردارم نشنوه کسی. حالا هر صورت اگر کسی صدای شما رو بشنوه رو ناخودآگاهش تاثیر میذاره، پس باید سعی کنی باگ ندی. من اینجوری همیشه سعی میکنم جوری بخوابم که آروم باشم. خب وقتی شهروند شدم دیگه راحت میخوابم دیگه. منم هم بچه جالب این کار، اینو بهم گفتی دیگه این کارو نمیکنم که متوجه بشی. ولی آره اینم از مافیا عنکبوت که شما فهمید چجوری شما خودت بازی میکنی. مرتضی دسته بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم مافیا کابوی ها هستن. مافیا کابوی ها نقش قوی تر مافیا عنکبوت ها، یعنی شباهت هایی با هم دیگه دارن، با این تفاوت که مافیا کابوی ها دیگه طرفو میبرن دیگه، اصلا کار ندارن که قرار اون طرف به خودشون چسبیده باشه، خودشون برن پا میشن طرفو میبرن. و کابوی این کارو میکرد، به خاطر همینم اسمش مافیا کابویه، چون در واقع اولین رولی که ما دیدیم که این کارو انجام میداد تو بازی مافیا کابوی بود. مافیا کابوی نمونه خیلی راحتش یاغیه. معمولا تو رول بوک وقتی میخوان سناریو بنویسن، وقتی میخوان مافیا کابوی رو وارد سناریو کنن، میگن مافیا کابوی نمیتواند در روزی که وضعیت مافیاها سفیده اکتش فعال بشه، باید یک مافیا خروج پیدا بکنه تا مافیا کابوی بتونه کارش انجام بده، چون بازی آنفر میشه. اگر یک نفر تو سناریوی 10 نفر 3 مافیا، اگر یکیشون مافیای کابوی باشه و نیاز نداشته باشه به اینکه مافیا بره، سناریوهای تعداد بالا دیگه این قانون برداشته شده. خب نه آخه تو پایین آنفیره، تو بالا که اصلا مشکل نداره. آره ببین خب اینا خیلی به نظر من نقش خفنیه، مهم، خیلی خفنه. خب من خودم این رولو معمولا محتاط بازی میکنم. شما فرض کن مثلا یکی از بزرگترین خدمتایی که میتونی به تیمیتت بکنی اینه که یه شهروند نقشدار بازی ببری و همون لحظه شب بشه. درست. و همون لحظه شب میشه، باز میتونی یه شات هم بزنی تو بازی. ببین چقدر تیم مافیا رو میندازی، خیلی دو تا شات میندازی. نقش عجیب غریب مهمیه. من با رول یاغی معمولا سعی میکنم تعاملی بازی بکنم، در واقع عدم دخالت به سایت ها، عدم دخالت دیگه. ببین اونم میگم باز بستگی به جریان بازی و اینا. نه ما داریم حالت نو، ولی سعی میکنم بیشتر از سایت گرفتنم تو بازی. حالا تو سناریوی نماینده که شما مثال یاغی رو زدی، خب من باید حتما یه دونه یارم بازی خارج شه دیگه تا بتونی تا من بتونم کارمو انجام بدم تو بازی. سعی میکنم که چون میدونی دیگه من کلا آدمیم که کارتم همیشه تو بازی درگیر، اصلا دوست ندارم گوشه کنار بازی باشم، دوست همیشه دست به بازی بزنم. حالا این شاید یه ذرم اشتباه باشه ولی خودم خب دوست داری دیگه این سبکی بازی مافیا رو دوست دارم. یعنی بیشتر مدل بازی مدلیه که لیدری بازی میکنم. یعنی میرم مثلا 5 تا شهروند پیدا میکنم تو بازی، کاورشون میکنم، تیمشون میکنم. حالا اینجوری دیگه. خب نمیری برای پوش که بعدش به ترکی که دیگه مهم نیست استلامت بیاد؟ اگر حس بکنم خب ممکنه مثلا یکی از یارم تو رأیگیری خارج شه، قطعا میرم تو استایل پوش دیگه. میری تو پوش. میگم بستگی به اتفاقایی که تو اون بازی قرار اتفاق بیفته، یا اون چیزی که بهت گفتم یه مافیای خوب باید آینده نگری خوبی به بازی داشته باشه. مثلا علیرضا یکی از کسایی که با مغز من خیلی بازی میکنه، علیرضا جهان‌آرا. بله. همیشه میاد تو پی او وی، یعنی قبل از اینکه من صحبت کنم متوجه میشه که من به چه چیزایی دارم فکر میکنم، چیکار میخوام انجام بدم و اینا. با توجه به روند لایک و دیسلایک و ریاکت اینجوری میشه رو ریاکتام، رو ریاکشنام، کاوریایی که داره از من انجام میشه، تارگتایی که دارم میخورم و اینا. تقریبا جزء کسایی که مثلا آینده نگری خیلی خوبی داره، مثلا بله رو کارت مافیایی آقای جهاندار علیرضا. با توجه به چیزایی که من شنیدم امروز با هم صحبت کردیم، شما بیشتر اینو داری میگی که آقا رول بوکی بازی نکنید، اگر نیاز شد رول بوکی بازی کنید. یعنی اگر نیاز نشد شما روند خودتون رو برین دیگه، جریان بازی رو بفهمید. خب اینم یه نکته خیلی مهمه، چون بعضیا فکر میکنن اگر ناتو میشن حتما باید ناتویی کنن، لازم نیست واقعا. اگر
بعضی وقتا من دیدم مثلا یاغی نیازی نداشته به ترکه، اصلا یار رفته، اکت فعال شده، من دیدم حالا کار استانداردی نیست البته، ولی وقتی یار رفته نترکیده، بازی رو بردن، شهروند رو شهروند سوار بوده. حالا اگه یاغی سفید شده تو بازی اصلا نیازی نیست به ترکه که دیگه قرار نیست یاغی تو بازی بعد از یارش تو بازی خروج شه، لازم نیست. ببین همه اینا احتمالای 50-50 دیگه، اصلا بستگی به جریان بازی داره اصلا دیگه. هیچ قانون سفت و سختی نداره دیگه. نداره. یه سری حالا چیزایی که من دارم میگم با احترام به مخاطبایی که حالا دارن این برنامه رو نگاه میکنن سلیقه‌ایه بیشتر. آره خب اون که آره دیگه، ولی خب بیشتر دوست داریم با هم گفتگو کنیم، آره نه بزنیم، خیلی هم حال میده دیگه، تحلیل کنیم، کنار هم دیگه یاد بگیریم دیگه. عزیزی ما از شما یاد میگیریم. عزیزه دلم. آقا مرتضی، مافیا بعدی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم مافیاهای رول بیسد هستن. مافیاهای رول بیسد یعنی همونجور که اسمشون پیداست مبناشون رول پلیر شهروند. یعنی چی؟ یعنی یا به طرفی که در شب اشاره میکنن عدد سیتشون میارن، یا ابیلیتی اون شخص اگر داشته باشه البته غیر فعال میشه، یا آینه میشه یعنی ابیلیتی به خودش برمیگرده، و یا با ابیلیتی دستکاری میکنن ابیلیتی رو. یکی از این موارد. اون دستکاری ابیلیتی بیشتر اون شب مافیاست، حالا خیلی نمیخوام راجع به صحبت بکنیم، ولی این دو مورد گروگانگیری، افسونگری و آینه کننده رولی که در دستشون هستش. خب نمونه بارزش هم که مثالاش هم که گفتیم دیگه، حالا گروگانگیری و اینا معمولا تو بازی آنتی رول هم دارن ها. یعنی معمولا قهرمان هست یا یک رولی شبیه قهرمان، نگهبان، محافظ، هر رولی که تو بازی آنتی رول این هست. شما وقتی این نقشه رو میگیری به چیا فکر میکنی علاوه بر چیزایی که تا الان گفتی تو بازی؟ ببین من معمولا اگه نقشه آنتی رول داشته باشم تو بازی مثل افسونگر، شبخسب یا مافیا سایه، که شبخسب آینه کننده است دیگه. شبخسب هم دقیقاً برگرفته از، یعنی شبخسب اول بوده تو بله خب بازی شب اصلا شب مافیا اول بوده که دیگه. مافیا سایه مثلا حالا تقریبا ابیلیتی و دقیقاً مثل شبخسب آینه وار برمیگردونه به خود اون سمت. ببین من معمولاً سعی می‌کنم شهروند نقشدار تو بازی پیدا بکنم و شهروندی که تارگتش بگارام تو بازی درسته، که نکنه مثلا اسنایپر یا کاراگاه باشه. اسنایپر، کاراگاه باشه، یا مثلا تو سناریوی اونا بره شهروندای نقش مقابل به عنوان پزشک سیو بده، این کار رو انجام بده. من معمولا کسایی که تارگت های درستری تو بازی دارن و که منطقیه دیگه سعی میکنم مثلا ابیلیتی رول بیسم رو اونا انجام بده. اگر بازی خیلی سیف باشه میشه ابیلیتی که در شب اکت داره، مثلا این اکت ابیلیتیه که بسته شده، اگر ابیلیتیتون اکت داره توسط گرداننده میشه یه جورایی یه وقتایی برین تو کسی که داره باهاتون بازی میکنه بزنین. آفرین. میدونید چرا؟ بخاطر که طرف دیگه با خودش میگه خب پس من کسایی که باشون بازی دارم میکنم که دیگه میره تو دیوار دیگه. سناریو دیگه. این یکی از سناریوهایی که میتونیم با رول در واقع رول بیسد بازی بکنیم. من این کارو دقیقاً معمولا رو کسایی انجام میدم که ببین یه سری پلیرای خیلی خوب حالا یا چیز داریم که ممکنه روزی که بعدی داشته باشن، پازلچینن، یعنی ولی روز 2 و 3 به روز 2 به بازی برمیگردن. آره. من خودم مثلا این سبکم، اگه روزی که خرابی داشته باشم که اتفاقش کمبو میزنی بعدش پیش میاد، فرداش قطعی به مسیر درست برمیگردم دیگه. میفهم مثلا کجا رو اشتباه کردم، چیکار کردم تو بازی اینا. چیزی که گفتی خیلی باحال بود، مثلا رول بیس باشی رو همچین شهروندایی که آدز برگشتشون تو بازی زیاده، بزنی به اونا رو هم دیگه بازیشون کامپلت خراب میشه. اصلا نمیتونن دیگه اگه نقشدار باشن دیگه بله. حالا نمیدونن داشتن روز یک با تیمیت بازی میکنن، با تیمیت مافیا بازی میکنن با عنوان شهروند، یا تو ساید مافیا بود. نمیتونه تشخیص بده. این دیگه واقعا کامل گنگشون میکنه. البته برای پلیرای A سطح A معمولا و پلیرای آنالیز محور، چون پلیر وقتی فیلینگیه که این چیزا براش مهم نیست که تو حالا افسونش کن، شاتش کن، هر کاری میکنی بکن، میگه اون آقا به نظر من فیلینگی مافیاست، برو بیرون. یه اینجور چیزی میگه دیگه. آقا مافیا بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم مافیاهای آنتی رول هستن که توی صحبتامون یه اشاره کوچیکی هم بهش کردیم.
مافیاهای آنتی رول مافیاهایی هستن که نقش مقابل یک رول شهروندی خواستن. مثلا تفنگدار یک رول مقابل داره، خرابکار، که یک کاش تو تکاورم بود. موافق نیستی به جای مثلا یه تکاور اگه اتفاق میفته خرابکار بهتر نبود از گروگانگیر؟ ببین به نظر من دیگه خیلی جذابیت سناریوی تکاور گان زدنه بود دیگه. ولی اینکه ندونی میتونی گان بزنی و نه، به نظرت یه ذره با ذهن بازی نمیکنه؟ اگه خرابکار تو بازی بود. میدونی مشکل چیه؟ یه وقتایی توی سناریوی تکاور یکی میشه شوشرفن، واقعا هم شوشرفن، افسونگری زر آدمو خسته میکنه خب. آره. ولی مثلا تو سناریوی دربار این اتفاق میفته دیگه. آره. یا اسکام که اصلا بیسش اینه. آره. تو اسکام هم همین سبکی داره. به نظر من هر کدومش یه جذابیتای خاص خودش رو دارن. یه جور مسیر بازی رو عوض میکنه هر مثلا تو سناریوی تکاور به نسبت بقیه نقشا به نظر من بالانس تره که تو بازی خرابکار نباشه، که مافیا چرا قوی اینکه میشه. کلا بازی رو گان داره میچرخه دیگه. منم بچه یعنی مثلا سناریو تکاور تایمی که اومد به نظر من خیلی ترکوند. نه اصلا سناریو خوبیه، سناریو خیلی باحالیه، جذابیت خیلی باحالی برای مخاطب داشت همین گان چون زدن. گان دیگه. آفرین. حالا من گانمو به اشتباه داده باشم به یه شهروند که داره شهروند تو بازی میزنه، یا به مافیایی داده باشم که یادش رو بزن. آره. اون چقدر عجیب. این زیاد اتفاق اینجوری افتاده. آقای مسعود فرزان یارشو میزنه. نه یه سری آقا مسعود گان داشت تو بازی، اینو هیچ وقت یادم نمیره. فکر می‌کرد گانش مشقی، خودش مافیا بود. ضبط خودش. این اکت چیز دیگه، تفنگ داره که به خودش مشقی میده، خودش رو میزنه دیگه. نه که خودتو بزنی. این منطق تفنگ داره. مثلا تفنگ دار به خودش مشقی میده، تو بازی خیلی مشکوکه، خودش میزنه. قدیم این اتفاق میافتاد دیگه. من تفنگدار خودش رو میزد دیگه. خیلی حرکت آنفیر و خرابی. مثلا تو سناریو تکاور فرض کن یه نگهبانی داری که شیلد داره، نمیشه که یه تکاوری داری که شات بشه میتونه یه نفر رو بزنه، یه دکتری داره که 2 شب میتونه تا 8 میتونه 2 تا سیو بده تو بازی. یا خدا خیلی قوی میشه آقا. و این تفنگداری که داری که خودش بزنه به نقشش تو بازی. واقعا عجیبه دیگه. این کارا رو میکردن بچه‌ها قدیم. آره حالا خدا رو شکر میگم مافیا فرهنگ سازی شد، خیلی هم کمک کردن که بازی‌ها خیلی سالم‌تر و استانداردتر شه دیگه. دقیقاً. یه نکته‌ای که من راجع به مافیا بگم اینه که آقا بیا هر از گاهی فکر کنین که مافیا یک روله. اصلا قرار نیست شما شهروندیتون رو شو کنید با روش‌های غیر عادی. حالا شهروندی شو کردن داستانش چیز دیگه، ولی روش‌های غیر عادی مثل اینکه تفنگداری خودتو میزنی یا نمیدونم معماری مثلا از خودت میذاری شروع بشه یا از بعدی که به خودت تموم بشه. این حالا خیلی نسبت به این چیزایی که صحبت کردیم موافق نیست، ولی این که چیز خیلی باحالی گفتی. اتفاقا من خودم مثلا شاید دارم رو خودم کار میکنم که خودم شاید تو این قضیه ایراد داشته باشم، توجه دارم به چی میگم، ولی من خواهشی که الان مثلا از خیلی از پلیرها دارم به عنوان یه برادر کوچیک‌تر همینه دیگه. پلیر حق بازی داره، گناه نکرده، حالا تو بازی مافیا شده دیگه، گرداننده بهش نقشی داده، به شما شهروند داده، به این آقا تو بازی مافیا. به قول خودمون دزدی نکرده که الان رول گرفت. من زمانی بازیم قشنگه که اصلا جای اون بازی برم بیرون یا بتونم به گفتگوی بازی بیشتر کمک بکنم. بله. میدونی یعنی خب بعضی واقعا انگار دوز میگیرن. نه انگار دوز میگیرن. من خودم اینجوری ام. نه آخه ببین گور بگیر میکنم، ولی خب خیلی سال دیگه مثلا حالت این که بخوام شهروندی شو بکنم نه کاری ندارم با اینکه مافیا رو مثلا بدی بیرون یا اینا. منظورم اینه که یه وقته یکی مافیا میگیره، مافیا تارگتش میکنه، بر میخوره بهش. آقا خب اون وظیفشه، اون باید تارگتت کنه. تو نمیتونی مثلا پاشی بگی آخه بعضی قدیما آقا مرتضی یه اتفاقایی میافتاد، مثلا طرف میگفت من رو این تنم برو بیرون. آقا طرف مافیاست دیگه. حالا اینا کم شده، بازم امیدوارم کم تر شه. اسی؟ نه خدایی بود، دقیقا هم سبکی بود. جدی؟ میگفت رولمو میگم یار دیگه تارگتم کنی آنفیر میشه. خیلی من واقعا باورم نمیشه قدیم چجوری بعضی وقتا مافیا بازیو میافتاد وین میداد.
و سخت وین دادن مافیا خیلی سخته، ولی خب باعث شد مافیا هم خیلی قوی شن دیگه، یعنی اونا دیگه عوضی دیده شدن در می آوردن و اینا. مرتضی مافیای بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم مافیاهای میلکمنن. اولا که من بگم اسم میلکمن از کجا اومده. توی که میشه شیر. آره میلکمن اون آدمایی هن که تو مثلا فیلمایی که ما میدیدیم هالیوودی و اینا شیر میبردن در خونه ها میذاشتن، توی مثلا ایالات متحده میرفتن شیر میذاشتن و مأمور شیر بودن که الان دیگه اصلا موقعیتش هم چیز نداریم ولی قدیم بود دیگه، بهشون گفتن میلکمن. توی کمیک دی سی جاستیس لیگ سوپرمن خب خیلی قویه دیگه. یه نسخه از سوپرمن هست اسمش سوپرمن میلکمنه، همونجور با لباس میلکمن تو هوا پرواز میکنه اینا. حالا چیکار میکنه این آدم؟ میتونه صفحه های کمیک رو پاره کنه. خودش به عنوان شخصیت کمیک میتونه روی نویسنده و کمیک تاثیر بذاره. ابیلیتیش اینه، یعنی قوانین رو عوض میکنه. حالا به خاطر همین مافیا میلکمن اینا هم اسمایی که من خودم دارم میگم، این اسم تو دیتابیس خاصی نیست، من خودم دسته‌بندی کردم. مافیا میلکمن به این خاطر اسمش شده میلکمن چون قوانین بازی رو عوض میکنه. چه مافیاهایی این کارا رو میکنن؟ نمونه سادهش که بچه‌ها ممکنه بیشتر باش آشنایی داشته باشن تا چیزای دیگه که میگم، ابیلیتی لایک و دیسلایک گذاشتن روی نماینده هاست توی سناریو نماینده. این قانون بازی رو عوض میکنه دیگه. مثل جلبه، یه جورایی ابیلیتی جلبه. حالا ابیلیتی جلب یک روز بعد اتفاق میفته، این ابیلیتی همون لحظه است. این یک ابیلیتی میلکمنه. یا لیدی وودو که حرف قفل میکنه، یا خود جلب که راجع به صحبت کردیم، بمبگذار مافیا که بمب میذاره و شبیه بمبگذار شهرونده ولی مثلا بمبگذار مافیاست. اینا ابیلیتی‌های مافیاهای میلکمنن. شما وقتی میلکمن میشی به نظرم دیگه بکن کارتو دیگه، یعنی مثلا ناتو و مثلا اینا نیست دیگه، همون تو کارتو بکن دیگه. آره دیگه میلکمن دیگه خب خیلی ترس خاصی نداره دیگه، کارشو انجام میده دیگه، قابلیتشو انجام میده و اینا. ولی خب تو نماینده ابیلیتیش خیلی مهمه، اون که اصلا بیس بازیه دیگه. تو سناریو نماینده مافیا میلکمن به نظر من رأی مثبت منفی که داره میذاره واقعا میتونه شهر رو ببره تو گمراهی و تازه میتونه بازی رو قشنگتر کنه، چون بیس بازی پیدا میکنه دیگه. چرا رود مثبت بود پس یه اتفاقی افتاده یا هر چی. ببین تمام چیزایی که دارم بهت میگم من اینو باز دارم تکرار میکنم، باز برمیگرده به آینده نگریه. دقیقاً. یه پلیر با کارت مافیا تو بازی که مثلا حالا به عنوان یه مافیا میلکمن مثلا تو سناریو نماینده تو بدونی کیا قراره مثلا به تارگت این نماینده تو بازی رأی بدن یا رأی ندن. دقیقاً. که بتونی رأی مثبت پلاس منفی تو بازی استفاده بکنی. مرتضی یه سوالی، شما مافیایی 2 تا شهروند اومدن دفاعیه، 2 تا شهروند نماینده شدن، 2 تاشون هم قراره شهروند بیارن بالا، روی یکی منفی میذاری یا مثبت؟ بستگی به اون شهروندا داره تو بازی. مثلا بدونم که اگر اون شهرونده خیلی خوب باشه و کارت شهروندیش ممکنه تو بازی کارت برگشت پذیری باشه، خوب باشه، من سعی میکنم موضع اون رو بیارم پایین. یعنی روش منفی میذاری یا مثبت میذاری؟ مثبت میذاری. رو نفر مقابلش مثبت میذارم که میخواد اونو بیاره بالا. نه میخواد مثلا یه شهروند دیگر رو بیاره بالا. اگر شهروند ضعیفتری تو ذهن خودم باشه رو اون معمولا کاری انجام نمیدم، چون اگر روش پلاس بذارم ممکنه اون شخص تو بازی شهروند شه دیگه. آره دیگه. راهنما بره. نه دیگه. استعلامش رو تو بازی بگیره. یا اینکه مثلا حس کنه تو بازی مافیا گرفته مثلا رأی منفی روش بذارم، سعی میکنم اون یه شهروند در بازی بکنه بیرون، طرف مقابلش که نماینده شده. حالا رو طرف مقابلش معمولا پلاس میذارم، یعنی رو خود اون شخص خیلی کار خاصی انجام نمیدم، مگر اینکه کارتای یارم تو بازی دخیل نه گفتم تحت نیست خطر باشه. من خودم باشم منفی میذارم، دلیلش هم الان میگم. منفی هم حرکت خیلی باحالیه. میدونی چرا؟ چون کسی که روش مثبت منفی باشه تو نماینده استعلامش میاد دیگه. خب راهنما حتما کسی دستش. چیزی که خیلی باحاله، چیزی که میخوای بگی فکر کنم بدونم.
خب ببین همیشه دیگه پس زمینه‌ای تو ذهنش نسبت به اون تارگتش تو بازی ممکنه نه خودش دک اصلا نسبت به تارگت اون بد فیلینگ میشن نسبت بهش هم خودش دیگه تا کیاس نمیتونه اون تو بازی بره و تازه شاید هم نتونه بدتش بیرون. رو من منفی بود دقیقاً و شاید هم نتونه طرفو بده بیرون چون منفی مافیا هم شرکت نمیکنن طرف میشه گره تو بازی. اینم یکی از سناریوهایی که میتونه خیلی باحاله. آره اینم میتونی انجام بدی با اونم موافقم. و آقا مرتضی مافیای بعدی که میخوایم راجع به صحبت کنیم دو تا فقط مافیا مونده. سیلور بولت و ریپلیسر. حتی 10 تا مدل مافیا کلا دیگه. یعنی کسی میخواد الان سناریو جدیدم با این ویدیو بنویسه میدونه دیگه چه مافیایی میتونه استفاده کنه. مافیای سیلور بولت سیلور بولت یعنی چی؟ من اینو اول بگم. توی داستان‌های خوناشام ومپایر کتاب کنتراکولا از برام استاکر اولین چیزی که ازش اومده ما خوناشام به چند طریق میمیره. با شات عادی مثلا بری باش تیر بزنی تو اون داستان نمیمیره. باید گلوله نقره داشته باشی یا سیر داشته باشی با این چوبای نوکتیز صلیب و حالا چیزای این شکلی بر کار ندارم. یکی از چیزایی که باعث شد من اسم اینو بذارم سیلور بولت قابلیت خاص گلوله نقره است. گلوله های عادی نمیتونن خوناشام بکشن، گلوله نقره میتونه. پس فکر کنم متوجه شدین که سیلور بولت ها چی اند دیگه. مرد قوی کسایی که مافیان و ابیلیتی شات پیور دارن یا ابیلیتی شاتی دارن که دیگر مافیاهان هیچ موقع ندارن و باعث میشه که طرف مقابل شهروندش رولش غیر فعال بشه. مثلا یه سناریوی دومین سناریو از بازی مافیا که اومد در جهان یه جوری ورولف بود. گرگنما که ما بازی می‌کردیم تو شب مافیا و اینا، گرگنما کسی نمیتونست شاتش کنه به جز قاتل حرفه‌ای. قاتل حرفه‌ای شکارچی میتونست شاتش کنه. یا یه ابیلیتی بود، یه رولی بود توی شب مافیا توی مستقل سندیکا و هزار چهره. و این دوتا شات نمی شدن، غیر قابل شات بودن. کیلر هم داشتیم تو مستقل. کیلر هم بود آره. حالا هزار چهره که اصلا به هیچ وجه شات نمیشه، نه قاتل حرفه‌ای هیچکی نمیتونه شاتش کنه چون اصلا آینه است. رول برمی خیلی من عاشق رو هزار چهره ام اون که ولی رول هایی که اینجوریان یک قاتل حرفه‌ای، مرد قوی، سمساز اینا توانایی کشتنشون رو دارن. کسایی که به روش‌های غیر از روش شلیک میتونن یکی رو بکشن به جز ناتویی میتونن این کارو انجام بدن. وقتی شما سیلور بولت میشی تو بازی چی کار میکنی؟ به نظر خودم باید خیلی سیف بازی کنی چون هر لحظه ممکنه نیازت داشته باشه رئیس بگه این کارو انجام بده. شما خودت باشی نقش سیلور بولت بگیری چی کار میکنی؟ ببین مرد قوی خب یا مثلا مافیا سیلور بولت خب کمک تیم دیگه. مثلا تو جایی که یه نفر شو شهروند شده تو بازی ممکنه تفنگ تو بازی دستش باشه یا ابیلیتی های شهروندی بهش برسه، نمیدونم زره بهش بدن تو بازی، نگهبان بهش بزنه، دکتر سیوش بده تو بازی، خب ممکنه شات سیلور بولت بتونه بازی رو برگردونه دیگه. من خودم سیلور بولت رو وقیح بازی میکنم. چجوری یعنی؟ ببین اصلا اسمش رو خودشه دیگه. به نظر من خیلی نقش خفنیه. یعنی مثلا کارتش یه جوریه که به من یه هیجان و یه موضع عجیب غریب سنگینی تو بازی میده. مگر اینکه حالا بدشانسی بیاری با اسنایپر تو بازی درگیر باشی دیگه. اتفاق برات بیفته و اینا. و چه بد میشه چون یه ست هم ممکنه بیاد دیگه دیسلایک نداره. این دیگه باگشه دیگه یه جورایی فقط دیگه. خیلی کلا من کارت مافیایی رو خیلی سیف دوست ندارم بازی کنم. دوست نداری سیف بازی کنی زیاد. البته به قول خودت شرط داره دیگه. مگر اینکه یاقی باشم و ممکنه مثلا آفرین به شرط ها شروط ها مثلا جریان بازی روند خاصی باشه. ولی خب سیلور بولت خیلی تعریف خیلی خاصی نداره. یه ابیلیتی خیلی ابیلیتی خیلی باحالی داره که میتونه انجام بده. در واقع روزش مهم نیست، شبش مهمه که میتونه در واقع یه کارایی بکنه، یک شلیکایی بزنه که اصلا کارو در بیاره برای تیم مافیا. حالا سندیکا که تو سناریوی شب مافیاست معمولا مثلا سندیکا تو سناریوهای خیلی تعداد بالا و خیلی قویه انجام میشه دیگه. اصلا یه نفری که نه شات میشه نه ابیلیتی روش انجام میشه اینا. من معمولا سعی میکنم یک شب در میون شهروند مافیا بازی بزنم. آره دیگه. آره اتفاق بیفته مثلا بازی بیاد رو
محور استانداردش که مافیا شهروند با هم تو بازی باز درگیر باشن. آره دیگه، نه درسته. آره. این اتفاق بیفته، ولی خب خیلی تعریفه. نه فقط این که وقتی خودت نه من به نظرم اگر سیلور بولت شدین سعی کنید راجع به رولی که ازتون درخواست شد یه موقع خیلی فکر بکنید. مثلا اگر قراره یکی رو شات بکنید حسابی فکر بکنید که کیه تو بازی اون رولی که شات نمیشه عادی و از شما خواسته شده بزننش و حتما بدونین چی کار میخواین بکنین تو بازی و سعی کنین خب حالا دیگه پوش نشین دیگه. من معمولا لیدر میزنم. لیدر شهروندی میزنی؟ شما میری برای از بین بردن پزشک، رست پزشک؟ نه من ببین خب حالا یه پزشک ممکن اصلا تو دیوار باشه. معمولا آره دیگه. من معمولا لیدری رو تو بازی میزنم که قابلیت راهبری کمک کنه، راهبر باشه، 5 تا شهروند رو دستشون بگیره. آره تو بازی. نه درست. دهندار تیمیت شهروند باشه تو بازی، بتونه مافیا بیاره تو دفاع. دقیقاً. آره اینم یه روشیه. تو این رول تو مرد قوی رو داری میگی. آره ذهن مرد قویه، چون مرد قوی ما مرد قوی رو که بازی میکردیم همیشه کسی رو که اذیتمون میکرد تو روزو میزدیش. دقیقاً. برو دیگه اذیت نکن دیگه، چون ممکنه دکترم رستش بده میگفت آقا مرد قوی بلند شو اون آقا رو بزن. ولی دوستی هم داشتیم تو پارک بازی میکردیم میگفتش آقا مرد قوی باشه من بازی نمیکنم. تو میدونست آره اینم شهروندیشو شو میکرد. سیلور بولت و به نظر من کلا نقش باحالی نیست. اصلا یه جورایی خیلی اذیت کننده شهروند. خب اینا مال سناریوهای خیلی تعداد بالاست. آره دیگه. 10 نفر و 12 نفر اینا نیستش. ما داریم کلی ها رو همه رو میگیم دیگه. آخرین گروه از مافیایی که میخوایم بررسی کنیم مافیاهای ریپلیسرن. مافیا ریپلیسر ها ریپلیس میکنن، یعنی مثلا خودشون رو حذف میکنن، یکی رو جایگزین میکنن که به این کار میگن یاکوزا، رول خود یاکوزا و یاکوزایی که میره بعضی وقتا برای رئیس. یا نه ریپلیس نمیکنن، اد میکنن، مثل مذاکره کننده مذاکره میکنن و این قابلیت هر از گاهی میره برای رئیس، میره برای یک رول که رئیس انتخاب کنه. مثل بازی تارگت و هانیبال، اون در واقع مافیا ریپلیسر داره بازی میکنه دیگه. یکی رو اد میکنه، حالا طرف میتونه لایک یا دیسلایک بده که تو تارگت اصلا نمیتونه این کارو بکنه دیگه. در واقع یاکوزا، مذاکره و یه رولی که اخیراً توی سناریو جدید لژندری هست دکستر که نشست برگزار میکنه و انجام میده که شبیه رول مذاکره کننده هستش، اونم اینجوریه. مهمترین روله یاکوزایی خب قابلیت خیلی خفنی داره. مثلا تو بازپرس رئیس دیگه اصلا عجیب غریب مهمه دیگه، دیسلایک و نمیدونم یاکوزایی و اینا. اصلا ببین کلا تو فرض کن یه نفر تا روز 3-4 تو بازی شهروند داری، آدس این که یاکوزاییش ذهنت بریزه تو بازی به هم، بازی رو تاسی میکنه. این که فرض کن تو بازی کاراگاه هم نباشه 1%. اکثر بازیایی که مثلا حالا من تو سناریو بازپرس دیدم معمولا دیدی 3 تا تیمیت تو بازی زیر فشار بودن یا همشون از بازی رفتن بیرون. فرد یاکوزایی شده وین داده، تونسته بازی رو ببره. منم موافقم. آره خیلی قابلیت خاص و باحالیه. ببین همه نقشایی که خیلی توضیح دادی و دمت هم گرم کامل دسته‌بندیشون کردی، همشون یه جذابیت و یه تحلیل‌ها و فکت‌های خاص خودش رو تو بازی مافیا داره دیگه. و خب به نظر منم این نقش خیلی مهمه. مرتضی اگر مذاکره کننده یا رول ریپلیسر تو بازی خیلی مشکوک باشه، روز معارفه، روز 1 دک آلین میکنین نره مذاکره نره تو بازی قطعا، یا میبرین بازی رو تو زرگری که اگرم رفت خودتون وین بدین. یعنی رول بوکی میبرینش نمیذارین بره، یا بازی رو میبرین توی مثلا زرگری. ببین تو زرگری که بره تو سناریو مذاکره خیلی باحاله. مثلا سناریو مذاکره با خود مذاکره منظورم ها. آره دیگه با خود مذاکره. ولی خب من باید استیبلش کنم تو بازی دیگه. بعد این کارو یعنی ببینم مذاکرم چه شخصیه زیر زرگری میتونه دووم بیاره، اون نره. موضع من باید نسبت به اون تو بازی پایین تر باشه. یعنی من به عنوان مافیا ساده و رئیس مافیا اگر مذاکرم تو بازی موضعش باحال‌تر باشه یا دک بیشتر به شهروندی اون تو بازی فکر کنه، باش میرم تو زرگری که کارت خودم تو بازی مشکوک‌تر شه، کارت مذاکرم تو بازی سفیدتر شه.
ولی خب کار خیلی غیر منطقی اگه مثلا من با مذاکرم برم تو زرگری که آدز خروج اون تو بازی بیشتره. آخه یه وقتایی هست شما نمیدونی واقعا شهروند ساده نداری که بخوای باش یا کوزایی کنی، مذاکره انجام بدی یا هر کاری که رو پلیرها میشینه، چی کار رو بکنی؟ اونم داره میره، میدونی؟ مذاکرات هم داره میره. یعنی مذاکرات هم داره میره. شاید بتونی نگرش داری به بهای شو شدن چین، شاید بدون مذاکره هم بتونی بازی رو ببری بشه. چون این من این اتفاق افتاده مثلا که دارم میگم یه وقتی از مذاکره کننده آقا نمیتونه، خب بعد فکر می‌کنم دیگه کم کم به پول نزدیک رئیس خب خیلی خفن تره. رئیس هم اونم دیسلایک قابلیتش تو بازی مذاکره خیلی باحاله دیگه. هم اسنایپر داره که مثلا بزنتش یا استلامش برای کارگاه منفی باشه. همون اندازه که مذاکره تو بازی مهمه، رئیس هم تو بازی مهمه. مونتا ما چون تو پس زمین ذهنمون حتما باید مذاکره رو انجام بدیم و فکر این که ممکنه که یارمون بره داشته باشیم، مذاکره نقشش برام خیلی مهمه. پس رول بوکی میبینیدش اینو؟ تقریبا آره. آقا مرتضی مهمترین رول مافیایی که گفتیم چیه؟ مهمترین گونه مافیایی که 10 گونه‌ای که صحبت کردیم، مهمترین گونه کدومه؟ به مهمترین گونه‌ای که تو اینا صحبت کردیم به نظر من ریاسته. آره. چرا فکر می‌کنی؟ به خاطر اون قابلیت‌های عجیب غریبی که ریاست تیم مافیا داره دیگه. مثلا زیر شات نمیمیره، هم رو مدل بازیش تاثیر میذاره، هم حالا قابلیت مدیریتی که داره و دستور همه کارها به دستور رئیس مافیا، چه تو سناریوی پیشرفته. مثلا گرداننده تیمیتو تو بازی میخوابونه، میگه رئیس به همراه ناتاشا، رئیس به همراه فلان، رئیس به همراه، بدونی تصمیم گیریاش چه تو سناریوی پیشرفته حالا تو سناریوی فست خیلی مهمه دیگه به نظر من. و اکثر قابلیت‌های شهروندی رو رئیس مافیا تاثیرگذار نیست. مثلا رئیس مافیا نقش خیلی، اگر رئیس مافیا تو خودت کدومو دوست داری؟ راستش اگر رئیس مافیا بعد از مرگش همچنان شات بتونه بزنه مافیا، نه رئیس رو انتخاب نمی‌کنه. ولی اگه نتونه بزنه که اصلا رئیس بیشک. ولی اگر عادی نگاه کنیم که رئیس رفت بیرون همچنان مافیا بتونه شات بزنه، به نظرم ریپلیسر. چون ریپلیسرها بازی رو آنفیر میکنه. خیلی باحاله. میدونی مثلا بازی که قانونش اینه تو 10 تا 3 مافیا یه دفعه میشه 10 تا 4 مافیا. خب این اصلا اذیت کننده است دیگه. خب من به نظرم آره، خب این اصلا قانونو کلا میریزه دور. حالا چیزا اون میلکمن‌ها هم قانون دستکاری میکنن ولی دیگه نمیتونن یار اضافه کنن به خودشون که. به نظرم ریپلیسرها قوی ترین نوع مافیا هستن. خیلی ضعیفترین هم خب مافیا ساده است. مافیا ساده که صحبت نکردیم راجعش، رول بیخودیه. ولی خب ببین نمیتونم بگم ضعیفترین کارت مافیایی چیه؟ بستگی پلیرش داره واقعا. ببین شیاد نقش اصلا عجیب غریبیه، مثلا اون دیگه آنتی روله که اصلا دیگه عالیه دیگه. اون اصلا خیلی باحال. ناتو مثلا یه کمک خیلی بزرگیه، هر کدوم به شیوه خودشون. سایه همه این کارتا به نظر من کارت ضعیف کارت مافیایی نداره کلا به نظر من، چون کارتیه که تو بازی روز و شب پلیر تاثیر میذاره دیگه. بله. مافیا ساده معمولاً توی 10 نفر که 3 مافیا هست مافیا ساده نیست. از نظر رول بوکی وقتی میریم تو 12 و حالا بیشتر 4 مافیا، 1 مافیا اضافه میشه تحت عنوان مافیای ساده. از نظر رول بوکی اسم این مافیا مافیای فروختنیه، مافیای ساده که باید فروخته بشه. این بایدهایی که ما میگیم از نظر رول بوکیه، وگرنه شما یه وقتایی هست 4 تاتون سیفین کلین شیت میبرین، کار نداریم با اینجور چیزا. رول بوکی این 3 مافیا ساده رو بفروشن چون موزه بالانس موزه اتفاق میفته. از نظر رول بوکی یه وقتایی هم که کلین شیت میشه. بس مافیا ساده به نظرم ضعیف ترین نوع مافیا است.
رسیدیم به بخش سوم برنامه‌مون آقا مرتضی. بخش سوم بخشی که من بخش فانیه ذره قسمت جذابه. آره جذابه. من المان میگم شما بهترین پلیری که تو استان همدان میشناسی توی اون المان رو به هم بگو یه سوپر پلیر بساز. فقط تو همدان تو همدان که آره بچهای خودمون. بهترین رول شهروند. ببین با احترام به همه، حالا چیزایی که دارم میگم حالا ممکنه هر کسی ناراحت بشه. نه ناراحتی که پیش نمیاد. خب همه دوستامون عالیان و همه توی تایمی ممکنه پیک خودشون باشن، اوج خودشون باشه یا یه سری افتای خاصی حالا تو برهای زمانی مختلف براشون اتفاق افتاده باشه. من بهترین رول شهروندی که کار شهروندیشو خیلی دوست دارم سعید کلود بازی شهروندیشو دوست دارم. من چند الان یه ذره از پرایمش دوره، بازی مافیا دور شده و اینا، ولی خب باز به نظرم دود از کنده بلند میشه. آره سعید عالی. و مدل بازی سعید به عنوان کسی که آرومه، سعی میکنه مثلا با شهروندای داخل بازی دیالوگ بکنه و اینا، به نظرم کارت شهروندی سعید کارت شهروندی باحالیه. آقا مرتضی بهترین فیلینگی باز خیلی باحال میثم اسکری به نظرم فیلینگی بازه خیلی خوبیه. خیلی خوبه. آره منم موافقم. میثم خیلی سخت و معدود فیلینگی بازای همدانه، چون کنسفکت نمیخواد. همدان به نظرم تو حالا بچهای نسل گذشتهش فیلینگی باز خیلی کمتر داشته. آره فیلینگی کم شده، اصلا خیلی کمه تو مثلا الان تو بچهای خودمون که بخوام بگم ناصر و میلاد فتحی مثلا که فیلینگی بازی میکنن اونا جفتشون هم خیلی خوبن. آره و کم میگم تعداد به هر صورت باز کمه، ولی خب من با احترام به همشون که به نظرم هر سه تاشون هم خیلی خفنن. آره عالیه. میثم انتخاب آقا میثم اسکری عزیز. بهترین پلیر رفتاری. ببین معمولاً پلیرای نسل قبل معمولاً رو رفتار بازی میکنن یا رو اکت بازی میکنن. شما مثلا حالا از پلیرای مطرح من بخوام مثال بزنم، حمید جوکر، حمید بنی اسدی آدمیه که کلا اکتی بازی میکنه. شما مثلا ترن این پلیر رو ببینید داره هنوز رو مدلای قدیم بازی. مثلا پدرام صادقی خودش این سبکیه، رفتاری یه نفر رو پیدا میکنه، حالا براش فکت میسازه و آره خب این کار رو انجام میده. یا بابک عجمی مثلا بابک عجمی فیلینگی البته فیلینگی رفتاریه دیگه تقریبا. تو همدان دو تا بگم اشکال نداره. ببین مهیار به نظرم رفتارشناسیش خیلی خوبه بازی. خود تو به نظرم این قابلیت رو خیلی خوب داری. خب خیلی ها واقعا توشون نیست که بتونن رفتاری پلیر. اصلا ممکنه با یه دیالوگ خیلی باحال، یه چیز خیلی کوچیک، تو فکت دیگه تو ذهنت بره دیگه میبندی رو شهروندی یه نفر با رفتاری که اون شخص داره انجام میده. و تو پلیره حالا جدیدتر و سبکی که بخوام بگم خیلی خوب میتونه رفتاری شهروند مافیا تو بازی پیدا کنه، فرشید عزتی هم اونم رفتاری رفتار شناسی خیلی باحالی داره. آره موافقم. مرتضی جان بهترین پلیر اکتی محور استان همدان. اکتی هم ما پلیرای خوب زیاد داریم. حالا من تو بازی قبل که دیدم سید گفت صابر که به نظر من عالی پلیر اکتی خیلی خفنیه. خیلی همیشه به خودش هم میگم. من عمو وحید به نظرم اکتی، وحید مدائنی به نظرم که پلیرای اکتی خیلی خوبه. یعنی اگه یه ذره اوکی باشه و فکرش تو بازی باشه و اینا، هرچند یه ذره عزیز از دست داده و اینا، یه ذره
امیدوارم که قرین رحمت الهی باشن. سلامت بشین. حالا عمو وحید به نظر من جزء یکی از پلیر اکتی‌های خیلی قدیمیه که مثلا اون زمانی که حالا بازی می‌کردیم آدز نداشت تارگتش تو بازی 90 به بالا تو بازی درست بود دیگه، یعنی در من اکتیاش تو بازی درست بود. من آقا وحید حالا بیشتر برای رفتار مثلا در نظر میگیرم، بیشتر به نظرم رفتاری اکتایی هم بازی می‌کنه. آقا مرتضی بهترین کلاس بازی کی بهترین کلاس بازی رو تو استان همدان داره؟ این پلیرهای با کلاس و خوب خب خیلی زیاد داریم. با احترام به همه که من حالا شاید الان که داری بهم میگه شاید 7-8 تا اسم تو ذهنم بیاد به تبع دیگه، ولی خب من نسل الان رو دارم میگم و نسل الان کسایی که دارم باشون مافیا بازی میکنم بخوام بگم، من علیرضا جهانا رو به نظر من خیلی پلیر با کلاس و خوبیه. بله خیلی درسته. ببین مثلا علیرضا از موزه کاذب استفاده نمیکنه یا همیشه سعی میکنه خیلی با اخلاق بازی کنه و اینا. و جز معدود کساییه که مثلا من خودم تو بازی باش درگیر نمیشم خیلی. یعنی سعی میکنم فقط به ذهنش احترام بذارم، به حرفاش خوب تو بازی ذهنش هم خیلی سیاله دیگه. چون واقعا الکی تو بازی حرف نمیزنه، مثلا بازی اینقدر دغدغش تو بازی باحاله، به بازی خوب فکر میکنه و خیلی پیچیده است روند ذهنیش. گزینه بعدیم هم خود شمایی لطف داری. واقعا جدی میگم والا، نه اینکه تو رود بخوام بگم، خودت هم به نظر من که از پلیرهای خیلی خفن و با کلاسه. لطف داری. مافیا همدانی. متشکرم. آقا مرتضی بهترین دید و درک پلیر در بازی مافیا چه کسی رو انتخاب میکنه تو استان همدان؟ بهترین دید و درک یعنی چطوری؟ کی دیگه درست بازی مافیا رو فهمیده؟ درکش از بازی مافیا از بقیه بالاتره. نه حالا درک تو یک بازی مشخص، ولی خب درک کلی، دید و درک کلی بازی مافیا. ببین من مجتبی عزتی به نظر من خیلی باحال، یعنی یه تایمی یه کاری تو من و دوستامون حالا که داشتیم مثلا قدیم اون تایمی که حالا تو کافه‌ای که با هم بودیم بازی میکردیم، مجتبی یه تحولی تو تعداد 15-20 نفری ماها گذاشت. میدونی مثلا بازی رو همیشه متفاوت میدید یا مثلا یه سری فکت‌های مختص به خودش داشت. من این گزینه رو با احترام به مجتبی عزتی میدم به نظرم. مجتبی عزتی پلیر خیلی قابل و فکور و بله پلیر بسیار عالی هستن ایشون. آقا مرتضی آخرین عنوانی که میخوام بپرسم، بهترین رول مافیایی چون اینا رو من از قصد گذاشتم شهروند و اول مافیا رو آخر، چون اینا مهمترینان دیگه، ولی بهترین رول مافیایی به نظرت؟ اسم کارت مافیایی مثلا تو ذهنم میاد. خب من مثلا حداقل واقعا به 4-5 نفر تو بازی فکر میکنم. منم همینطور. بله حسن رستمی، مهدی بهمنی، جواد پایداری و محمد رضا علامه. هر کدومشون یه کاراکتر خاص نسبت به خودشونو دارن تو بازی. حسن کلام خیلی شیوایی داره، مثلا حسن که بازیگره. دقیقاً. مثلا من تو بازی‌ها شده بارها فهمیدم اصلا تو بازی مافیاست، ولی دوست دارم حرفشو تو بازی گوش بدم. قانعت کرد. مدلی که مثلا کلاماتو تو بازی ادا میکنه کار خیلی باحالیه. یا مثلا کلاس بازی که مهدی بهمنی تو بازی داره، هم تو رول شهروند هم کدومش یه قابلیت خاص منحصر به فرد خودمون شخصه. اگه بگی بهترین، من بازی مافیای محمد رضا علامه رو بسیار دوست دارم. به نظر من کارت مافیاییش خیلی خوبه. یعنی سری پکیجای کامل کنار همو به نظر من محمد رضا علامه داره. خب خیلی خوبه. من یه سوال آخرم بپرسم که سوالیه که حالا از شما فقط پرسیدم. بهترین پلیر استان همدان؟ بهترین پلیر استان همدان، من این سوالو واقعا امتحان این دیگه سخته. ببین واقعا خب خیلی چیز عجیب غریبیه.
بهترین که زیاد داریم. ولی خب حالا طبق صحبتایی که مثلا داشتم یا مثلا به اینا نزدیکتر بودم و اینا، بخوام پکیج کامل طوری بگم و این صحبت ها، من سعید رو خیلی دوست دارم. سعید کلود، سعید بنی اردلان یا همون سعید کلود به نظر من آدمیه که نسبت به سن و سالش خیلی جلوتره و دید و درک درستی هم. آفرین، دید و درکش خیلی درسته. اخلاق داخل بازیش خیلی خوبه. من خودم همیشه از سعید واقعا یاد میگیرم و اینا و واقعا جاشم خیلی خالی و به همچین پلیرایی تو بازی جاشون خیلی کمه. با احترام به همه، من حداقل 20 تا اسم تو ذهنم دارم به عنوان بهترین پلیرها تو بازی بگم. امیدوارم که کسی اگر قلم افتاد ناراحت نشه. خیلی واقعا صحبت باحالی با هم داشتیم. من که عشق کردم، یاد گرفتم و لذت بردم. امیدوارم که برای بیننده و مخاطبای محترمم قسمت باحالی بوده باشه. قطعا که خدا آقا مرتضی خاتم باحالیه. امیدوارم که مثمر ثمر واقع شده باشه. دمت هم گرم کیارشون، خیلی لطف کردی که منو دعوت کردی. خیلی خوشحال شدم. کیارش هم حتما حمایت بکنید بچه‌ها، کسایی که به مافیا علاقه‌مندن. کار خیلی بزرگی داره انجام میده. خیلی هم خسته نباشید. امیدوارم همگی موفق باشید. همچنین شما مرتضی. برنامه ما تموم شد.